خانم 24 ساله حجاب پوش میمی اصغری امیدوار است که توجه زنان و دختران طبقه و آیین مختلف را به فوتبال، ورزشی مشهور در بین مردان، جلب می کند. می خواهم نشان دهم که من حجاب پوشم و مسلمان هستم، ولی این معنای آن را ندارد که از کسی کمتر باشم و از دستم فوتبال بازی نآید. این هنرمند فوتبال باز و یا دقیق ترش فوتبال فریستایلر 1 دکبر در صحبت با خبرگزاری ریترز گفت می خواهد پیامش را به دختران نورس رساند که صرف نظر از طرز لباس پوشی و اعتقاد هر فرد می تواند و باید برای رسیدن به مقصد مبارزه برد. من در دنیا به دنیا آمدم. اکثر اعضای دسته معلموی و غیر مسلمان هستند. اما من نخواستم خود را تغییر دهم. من بازی را تغییر دادم تا در آن برایم جای فراهم آید. اصغری پس از تماشای هنر فوتبال باز برزیلی رونالدینیو به فوتبال مهر پیدا کرده است. به گفته او توپ مثل یک جزء تن رونالدینیو بوده است. در روزهای جام جهانی سال 2022 اصغری در نزد ورزشگاه‌های قطر هنرنمایی کرده نوارهایش را در شبکه‌های اجتماعی جای می‌دهد. یکی از چنین نوارهایش را تا 1 دکبر 19,600,000 کاربر تیک تاک تماشا کرده بود.